پختکاری در ساختار کشاورزی از زراعت اساسی خواجگی دهات محسوب یافته، با نظر داشت اهمیت مهم اقتصادی و تامین کننده فعالیت کارگاه‌های صنعتی سبک به حساب رفتنش، توجه حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد این ساحه نگرانیده شده است. یعنی در برابر سال از سال افزون نمودن مساحت کشت، بلند برداشتن حاصلناکی و افزایش حجم استحصال این دوره گرانبها برای رشد اقتصادی اجتماعی خواجگیداران و سهامداران زمین، ناحیه و ولایت و در مجموع جمهوری یکی از سمت‌های پیش برنده ارزیابی می‌گردد. سال جاری دورنمای استحصال پخته در مقیاس ولایت 131300 تن را تشکیل داده. برای بلند برداشتن خرمن باشکوه طلای سفید ولایت در 7 شهر و ناحیه‌های اگروصنعتی پختکار با به میان آوردن متشکلی کار و جلب سهامداران زمین و حشرچیان عزم و تلاش کرده می‌شود. طبق معلومات فوری سرریاست کشاورزی، روز گذشته در جمع‌آوری پخته 55143 نفر چنگچیان اشتراک داشتند که از این شماره 22861 نفرشان حشرچیانند که از تشکیلات مؤسسه، اهالی دهات و بریگادهای سیاری پختچین از حساب زنان و دختران تشکیل کرده شده است در چینش پخته اشتراک داشتند. روز گذشته شماره عمومی چنگچیان در خواجگی‌های ناحیه مسجد از همه بیشتر 13026 نفر، بعدا ناحیه باباجان غفوروف 9760 نفر، ظفرآباد 9581 نفر، اشت 6980 نفر، سپیتامین 6620 نفر، خواجگی‌های شهری کانی بادام 4742 نفر و ناحیه جبار رسولوف 4434 نفر را تشکیل داد. یادآور میشیم که روزهای استراحت شماره عمومی چنگچیان با نظر داشت حشرچیان به زیاده از 60000 نفر میبراید که آن هم توسط کمک و دستگیری رئیس ولایت رجب احمدزاده فراهم میآید که کارمندان ساختار و زیر ساختارهای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت، تشکیلات مؤسسه و اداره‌های دولتی سرجمانه به حشره پختچینی میبرایند. یعنی این دلیل آن است که ناحیه‌های پختکار با نظر داشت ذخیره‌های کلان مهنتی از حساب اهالی بیشغل و زنان خانشین و دیگر ساحه‌ها امکانیت پوره دارند که شماره چنگچیان را بیشتر از پیشتر نمایند. با مقصد جمع‌آوری سری وقت و به تلفی حاصل پخته رسیده که امسال نسبت سالی سپری شده، با نظر داشت مساعد آمدن هوا 15-20 روز پیشتر آماده چیدن گردید و همزمان جمع‌آوری حاصل دیگر زراعت‌های کشاورزی از طرف رئیس ولایت اعلان گردیدن 60 روز مهنت ضربدار وادار می نماید که کشاورزان و مسئولین متخصصان ساحه با به میان آوردن متشکلی کار و جلب هرچی بیشتری چنگچیان به صحرا در جمع‌آوری هرچی تیزتری حاصل پخته مساعدت نمایند. طوری که خواجگیداران می‌دانند هوای فصل ترماه نااستوار است و به میان آمدن بارشات و خلالدار ساختن روند چینش از احتمال دور نیست، زیرا سخاوت طبیعت به اندازه نیست و هر یک روز بارانی سرعت چینش را خلالدار ساخته جمع‌آوری با سرعت پخته را به تأخیر می اندازد. از این نقطه نظر هم استفاده ثمرناک هر یک روز مساعد آفتابی به جمع‌آوری پوره حاصل در صحرا بوده مساعدت خواهد کرد. ماه اکتبر همه ساله مرحله اساسی جمع‌آوری حاصل پخته به حساب می رود و محض در همین ماه مره غلبه مهنت را خواجگیداران و ناحیه‌ها فتح می نمایند.